آدم یاد این شاه میفته، یاد خاندان پهلوی میفته، اصلا یادم میره میخوام چی بگیم. به خدا خیلی این مرد معرفت داره و بازم بهتون میگم من لوطی‌تر با معرفت‌تر، من با معرفت‌تر از رضا پهلوی وارث تاج‌الدولت تو عمرم ندیدم. به خدا جهان پهلوانم کمه بهش بگی. خیلی مرده، خیلی مرده. من کسی به پدر مادرم بگی بالا چش دبلو مرده و زنده‌شو با آتیش میکشم. هنوز داغ 3-4 تاشون تو دلم یکم گوی زیادی تو اینستاگرام این ور اون ور خوردن. گیرشون برام فکشون رو خورد میکنن. ببینید مرد چقدر مرد، پدرش جلو چشش فربر کردن، مادرش جلو چشش مثل شمع آب شد. این بلا رو سر خانواده‌اش آوردن، آبجیشو کشتن، داششو کشتن، کشتنش. بعد هنوز نشستیم که قیصر کجای داشتو کشتن. گفتم به تکتون رو پیدا میکنی. بذارید راحت بهتون بگم من زخم خورده جمهوری اسلامی ام. پدر دادم، مادر دادم، زندگیمو دادم. به روح مادر و پدرم انقدر میهن پرست تو ایران ساختم و خواهم ساخت که از زیر چنگال و دست و پای این بچه‌های میهن پرست نمیذارم درید. بچه‌ها امونشون ندید، هر کس به شاختون توهین کرد. ملت ایران بی‌ناموس‌ترین ملت دنیایی. من حرفمو بهتون میزنم چون جونم گوشم کف دستم. این حرفو دارم به شما مردای ایرانی میزنم، به شما مردای آینده، به شما که امروز بالای 18 سالید رسیدید تا 42 سال. قشنگ حرفمو گوش کنید. اما بعدتون میاد خوشتون میاد به جهنم. حرفمو گوش کنید اگه مردید. هر کس به پادشاهتون، به رضا شاه بزرگ، به شاهنشاه آریامهر بزرگ، به اعلیحضرت پهلوی سوم، به اعلیحضرت شعبانو فرح پهلوی، به خاندان پر افتخار پهلوی، هر کس به اینا توهین کرد، به این خانواده، هر کس اومد به شما گفت آقا تهدید میکنه، آقا نگاه چجوری حرف میزنن، آقا اینا چاقوچه، اگر جلوشون وای نسین بی‌ناموس‌ترین مردان تاریخ بشریت هستید. خاک بر سرتون اگه بترسید از اینا. ما میهن پرستان با هیچ کس رو در واسه با هیچ کس شوخی نداریم. ما 2 تا خط قرمز داریم. هر کس این 2 تا خط قرمز رو داره میهن پرست، هر کس نداره هیچ گویی نیست. خط قرمز ما پهلوی، خط قرمز ما ایران. تموم شد. ما راجع به من با هیچ خدایی راجع به پهلوی و ایران تعارف ندارم، با هیچ خدایی. من خدا رو زیر پام میذارم. اگر خدا بخواد به پهلوی و به ایران تجاوز بکنه، خودم هم به خدا تجاوز میکنم. اینجوری باید میهن پرست بشید. اینطوری جمهوری اسلامی میره. راهیه که من به شما میگم. این راه بابکه، این راه ستارخانه، راه باقرخانه، راه یبریم خانه، این راه یعقوب لیثه، این راه امیر بزرگه، این راه رضا شاه بزرگه، این راه خدایگانه، این راه تیمسار رحیمیه. این راهی که من بهتون میگم برید، چون من این راهو از اون بزرگان یاد گرفتم.